جنرال مراد علی مراد و قماندان قوات‌های زمینی وزارت دفاع ملی کشور که به تازگی وارد میدان جنگ در دندقوری با طالبان شده است میگوید تصمیم دارند تا حملات بالای مخالفین را شدیدتر نمایند. او می‌افزاید در این عملیات تلفات سنگینی بر مخالفین دولت وارد شده و در جمله کشته شده های آنان چندین جنگجوی خارجی نیز وجود دارند. نتیجه‌ای که به دست آمده امروز در این عملیات 37 تن از مخالفینی که در این ساحه در این جنگ اینا مقاومت کردن کشته شده و 21 نفر هم زخمی دارند. در بین این 37 تن کشته شده افراد پاکستانی هم در بین کشته شده دیده شده و در بین زخمی ها هم افراد خارجی در اینجا به نظر رسیده. آقای مراد افزود آنها قوی تر از پیش و با اراده کامل نابودی دشمنان وارد میدان شده اند و قصد دارند این عملیات را تا پاکسازی کامل دندقوری از وجود مخالفین ادامه بدهند. بنابراین عملیات ادامه داره، ما عملیات انکشاف میتیم و در ساحاتی که در اونجا مقاومت صورت بگیره با نیروهای امنیتی ما اینا آمادگی خوبی را داره که تا این عملیات به موافقت را انجام میده. از سوی دیگر ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان به رسانه ها گفته است که آنها چندین حمله نیروهای دولتی را در ساحه دندقوری عقب زده و 13 تن آنان را کشته و 19 تن دیگرشان را زخمی نموده اند. ادعای که نیروهای امنیتی بغلان بارد آن میگویند تلفات و زخمی های آنان خیلی کمتر از آنچه هست که طالبان ادعا کرده اند.